برچستر اول بزنیم بعد ماشین رو بزنیم. روش داشت این زنه توی سرکنده الهه پیدا شد. قبل اسباب کشی هم دیده بودیم توی یکی از همین مغازه‌های پاساژ فروشنده. مغازه یارو مهدی کریم پور. بعدم همونجا خونه پیدا کرد. آره یه سویت بالای همون پاساژ برای اصلا اینجا پدرام بالا. همون روز اول به روزه شروع کرد به دلبری و خوشخدمتی و چه میدونم نونور بازی که بگه چی؟ بین ماها بچه خوبه آدم حسابیه اونه. به این تو هم غیرتی هستی؟ غیرت کدوم بابا؟ کار زایه است دیگه. کریم پوره از همون روز با ما قاط زد. پس یه دوری بوده که قاط نزده بوده. نه فقط کاری به کارم نداشت. کن دیگه بابا. آی جان لبن زرنگی دیگه بابا بیاد. اون به بعد به روزه مدام دور و بر خونه الهه پلاس. ببینیم. بروز. ما هم به هوای اون. بروز. تا اینکه اون سر صدا بلند شد. بروز هینه و هین میدونی خانم اصلا کریم پوره شکل این حرفا نبود که بخواد از یه بیوه زن حمایت کنه. بالاخره اون ذات عوضیش پاپیچ دختره شد. خب نیایش خواهر به روزم خیلی زور زد تا اونا رو به هم جوش بده. ولی خب یه وقتایی یه آدم ببخشید پرروازی در میارن دیگه. مرسی به این خانواده برادر سیگار نکش نفس بکش. آی برادر بودو بخوری کلا یه دونه اینجا برادر خداییش کلا بای کلا به به مرد خانواده فقط خوبه. ما فقط خوبی دار شدیم بعد خرج بدیم. ما فقط خوبیشو فهمیدیم. برای فهمیدن باقی چیزاش چی؟ با صبر کرد. برادر میمیرم برات باری کلا یا خرجی بدیم. تعریف برادر تعریف کن. نه یه ازگل چشه؟ چه میدونم بابا چلغوز. تعریف برادر تعریف